درود بر شما. من کامران هاشم‌نیا هستم و امروز میخوایم در رابطه با ادامه مباحث ادیت پروفایل قسمت بایو یا توضیحات اکانت با هم دیگه صحبت بکنیم. برای بایو نویسی حتما میبایست یک اطلاعاتی در رابطه با تبلیغ نویسی و نوع تبلیغ نویسی داشته باشید که من یک سری نمونه هایی رو برای شما مثال میزنم که اگر دقت بکنید بهش میتونید توی زمینه مثلا اگر پیجتون پیج خدمات هست، پیجتون آموزشی هست، پیجتون محصول محور هست، میتونید همه اینها رو به صورت خیلی ساده برای خودتون بایو نویسی بکنید. بایو یا همون توضیحات اکانت مثل تابلوی مغازه شما میمونه که اگر مثلا با پلکسی اومده باشید چاپش کرده باشید، خب همه با پلکسی چاپش کردن، ولی یک سری هم با اومدن با نئون و نور کار کردن که شما مخصوصا در شب وقتی نگاهشون میکنید ناگزیر هستید که نگاهشون بکنید چون انقدر قشنگ و انقدر گیراست. بایو هم دقیقاً به همین شکل هست. شما بعد از اینکه عکستون رو یه عکس جذاب انتخاب کردید، مخاطب به پیج شما اومده سر بزنه، اولین چیزی که میبینه بایوی شماست. بایوی شما باید چند تا ویژگی داشته باشه. یکی این که کارتون رو خیلی شفاف توی بایو معرفی بکنید. دوم این که باید از خودتون سوال بکنید که چرا باید شما رو دنبال بکنن، یعنی جواب این سوال ها رو باید بدید. چرا منو باید دنبال بکنم؟ به خاطر اینکه من مثلا توی حوزه آموزش محتوای رایگان آموزشی در مورد شروع کسب و کار آنلاین دارم تولید میکنم. الان در حوزه اینستاگرام هستم، بعداً در حوزه سایت میام صحبت میکنم، بعداً میام در مورد تبلیغ صحبت میکنم و بعدش میایم در مورد تیم سازی صحبت میکنیم. اینها میاد آموزش. خب اولش به نظر من باید این مسئله رو عنوان بکنید که خب اینستاگرام یک کسب و کار آنلاینی هستش که همه دوست دارن از توش کسب درآمد بکنن. پس من به شما این رو قول میدم که آموزش‌های رایگانی رو در رابطه با شروع درآمدتون از اینستاگرام برای شما تهیه و تولید بکنم و در قالب استوری و پست بذارم. حالا این رو خیلی میتونید دیزاینش بکنید و توی بایوتون بذارید. میشه 2 خط اول بایوتون. واسه من خدمتتون عرض بکنم که مهم مثلا یک سری کلمات کلیدی واسه هر بیزینسی ما یه سری کلمات کلیدی داریم. آموزش اینستاگرام هست. جوری متنمو می‌نویسم که آموزش اینستاگرامو بتونم به صورت هشتگ قرار بدم. شروع کسب و کار آنلاینمو بتونم به صورت هشتگ قرار بدم. چیزهایی که مهم هستند رو بیام به صورت هشتگ قرار بدم که یک پست در مورد هشتگ گذاری و هشتگ ها قطعا براتون تولید میکنم و میذارم براتون. سوال بعدی که هستش که وقتی که نوشتار رو آماده کردیم باید از ایموجی ها هم استفاده بکنیم واسه جذاب تر کردن متنتون. فقط حواستون باشه که متنتون وقتی فارسی هست چپشون راستشونش رو تو نمایش بهش دقت بکنیم. کار دیگه که باید انجام بشه این هستش که ما باید به صورت دوره‌ای و به شرایط اقتضای زمانی بایومون رو تغییر بدیم. بایو یه چیز ثابتی که همیشه مثلا همون یک به یک گفتار ثابت خوشگل رسیده باشیم و بگیم همیشه جواب میده. نه، شما مثلا فروش ویژه دارید، کل بایو میره به سمت فروش ویژه و لینک میذارید واسه فروش ویژه‌تون. دوره رایگان جدید تولید کردید، میخواید اون رو مثلا بولد کنید تو ذهن مخاطبتون، بایوتون میره به سمت دوره رایگان. آموزش جدید گذاشتید، آموزش‌های جدیدتون رو میذارید. لینک وبینار رو گذاشتید، لینک وبینار رو میذارید و به لینک وبینارتون میدید. کمپین فروش ایجاد کردید، کمپین فروشتون رو میایید توی بایوتون میذارید. و در حالت عادی اگر سایت دارید یا شبکه‌های اجتماعی دیگری دارید میتونید توی بایوتون از اون استفاده بکنید. خدمتتون عرض بکنم که یکی از نمونه‌های ساختار بایو آموزشی 2 سوال رو باید جواب بدید و وقتی که بتونید به اون 2 سوال جواب بدید میتونید یک متن خوب تولید بکنید. یکی از اونها این هستش که چرا باید یاد بگیرند؟ چرا باید از شما یاد بگیرند؟ چرا باید شما رو فالو کنن؟ به این 2 سوال توی اون کسایی که کار آموزشی میکنن باید بتونن پاسخ بدن. نمونه متن بایو آموزشی به نظر من میشه که اینستاگرام دنیای جدید کسب درآمده که خیلی‌ها این رو میدونن.
من پیجم هر روز استوری و پست آموزشی رایگان برای شما تولید میکنم. این میشه یک نمونه بایوی آموزشی به همین سادگی. بعد حالا خطای بعد میتونید حالا در مورد اون توضیح بده. حالا آموزش اینستاگرام، درآمد بیش از حد از اینستاگرام، چجوری پیجمون رو به درآمد برسونیم، میتونید اینا رو مثلا استفاده بکنید. اینا همه پیشنهاد، حالا نرید حتما همینا رو استفاده بکنید. باز اگر سوالی بود یا متن رو تولید کردید نیاز به مشاوره داشتید، میتونید حتما در کامنت یا دایرکت از ما بپرسید، ما حتما به شما جواب خواهیم داد. یک نکته آخری که من خدمتتون عرض بکنم و ویدیومون طولانی نشه و فکر می‌کنم این قسمت به قسمت سوم برسه، در رابطه با این هستش که شما اگر بخواید فونت های خاص توی بایوتون بذارید، یعنی با این فونتی که نوشته شده نخواید مثلا استفاده بکنید که اکثرا تینیجرها ازش استفاده میکنن، ولی خب شما میتونید تست بکنید و ببینید که مخاطبینتون چجوری باهاش ارتباط برقرار میکنن. به عنوان تنوع میتونید به سایت igfonts.io مراجعه بکنید، اونجا متنتون رو بنویسید، فونتتون رو انتخاب بکنید و طبق اون فونت دلخواه به شما اون نوشتار خاص رو که تو بعضی از پیج‌ها میبینید رو بهتون ارائه میده. اگر این مطالب براتون مفید بود حتما برای دوستانتون بفرستید تا اونها هم بتونن از این مطالب به صورت رایگان استفاده بکنن. شاد و پیروز و سربلند باشید.